اگر شما هم از اون دسته افرادی هستید که مقاله نویسید یا گزارش می نویسید یا کلاً با ورد سر و کار دارید، این ویدیو مخصوص شماست. دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال دیجیفیکس. امروز قراره با هم دیگه یه آموزش خیلی مفید و کاربردی و کوتاه ببینیم. تو این ویدیو با هم دیگه یاد میگیریم که چطوری به یک سند ورد یا فایل ورد که شامل پاورقی میشه از داخل متنمون به پاورقیمون لینک بدیم و کارمون رو خیلی حرفه‌ای‌تر نشون بدیم. من توی این فایل ورد یه دونه ارجاع به پاورقی دارم که در آخر بند یکم یه عدد 1 گذاشتم و میخوام این رو به قسمت پاورقی خودم که یه توضیحات تکمیلی بابت اون هست خواننده رو به اون ارجاع بدم. خب برای انجام این کار باید چی کار کنیم؟ باید یه قسمت یا کل بخش پاورقیتون رو انتخابش کنید، بیاید داخل تب اینزرت و بوکمارک رو بزنید. اینجا من به طور مثال می نویسم بند 1. توجه داشته باشید که توی این بوکمارک نیمتون فاصله نمیتونید بدید و من پشت سر هم می نویسم بند 1 و اد رو میزنم. خب میام بالا به قسمتی که میخوام کاربر روش کلیک کنه و به پایین صفحه منتقل بشه این رو انتخاب میکنم، یک کلیک راست میکنم، لینک رو میزنم. خب ما به صورت عادی میتونیم به یه آدرس سایت لینک بدیم، ولی اینجا ما یه گزینه بوکمارک داریم. بوکمارک رو میزنید و اینجا میبینید که بند 1 به قسمت بوکمارک ها اضافه شده. انتخابش میکنم و اوکی رو میزنم و از این قسمت اوکی میکنم. میبینید که رنگش به رنگ هایپرلینک در اومد و با کنترل کلیک بر روی اون صفحه اسکرول میشه و به قسمت پاورقی من میاد. خب من اینجا موارد دیگه 1 2 3 4 5 همینجوری اضافه میکنم و به طور مثال اینجا یک تکسی اضافه میکنم که بره به پاورقی قسمت 10. خب میام پایین. حالا میتونم یه بخشی از این رو انتخاب کنم یا کلش رو انتخاب کنم. میام توی اینزرت، بوکمارک رو میزنم، بند 10 رو اضافه میکنم، میام بالا دوباره مجدد مثل قبل لینک رو میزنم، میام توی بوکمارک، بند 10 رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم و کنترل کلیک میاد روی بخش 10. به همین راحتی فایل‌های ورد خودتون رو میتونید حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت یادتون نره و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودید. حتما تجربهاتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.